اگه هنوز توی انتخاب رنگ برای مشتریت مشکل داری، این آموزش رو تا آخر ببین، چون میخوام چند نکته مهم راجع به میکروبلیدینگ ابرو یادت بدم. مورد اول، تیغ یو بهتره یا سرکج؟ مهم اینه برای چه کار و چه پوستی قراره کار انجام بدیم. خیلی خلاصه بخوام بگم، برای پوست هایی که کلفتر هستن، مثل پوست پرتقالی، کسایی که پوستای چرب دارن، از سرکج استفاده کنیم خیلی بهتره. و برای افرادی که پوست حساس و نازکتری دارن، از تیغ یو استفاده کنید. مورد دوم، چه رنگی برای مشتری به کار ببریم تا خروجی طبیعی تری داشته باشیم؟ ما در میکروبلیدینگ و کارهای دیگه ابرو از رنگ‌های قهوه‌ای با توناژهای مختلف استفاده می‌کنیم. در بلید ما قهوه‌ای انتخاب می‌کنیم که همرنگ موی مشتری یا 1 درجه تیره تر باشه. مثلا اگه موی مشتری ما مشکیه، ما از اسپرسو یا دارک براون پرما میتونیم استفاده کنیم. مورد سوم، چطوری کاشت رنگ خوبی داشته باشیم؟ نکته‌ای که باید بدونیم اینه که در کار با قلم، کاشت رنگ با مکث رنگ و ماساژ در شیار و عمق مناسب اتفاق میفته. پس هر یک دوری که با قلم کار میکنید، مکث رنگ داشته باشید. مورد چهارم، رنگ غلیظ تو کار با قلم بهتره یا رنگی که رقیقه؟ قطعا رنگی که غلظت بالاتری داره کاشت بهتری بهمون میده. رنگ‌های رقیق برای کار با دستگاه بهترن. اما یک تقلب بخوام بهتون برای استفاده از رنگ‌های رقیق تو کار با قلم برسونم، اینه که از تش‌تک‌هایی استفاده کنید که داخلشون ابر داره. اینطوری هم رنگ خشک نمیشه، هم غلظت رنگمون بالاتر میره. مورد پنجم، حین کار رنگ رو با چی پاک کنیم؟ میتونید از بلو سواب یا گرین سواب ها استفاده کنید یا از کلینزرهای آماده یا فوم های تتویی که آماده هستن استفاده کنید. مورد ششم، آیا میکروبلیدینگ روی تتو قدیمی خوب میشه؟ بستگی داره تتو قبلی مشتری چطور باشه. اگه پررنگ باشه یعنی رنگ زیادی زیر پوست وجود داره که بلید قطعاً جوابگو نیست. اگه کم رنگ باشه یعنی پیگمنت کمی زیر پوست وجود داره و با در نظر گرفتن چند نکته میتونیم کار با قلم براشون انجام بدیم. مورد هفتم، چطوری خطوط دو ابرو رو قرینه در بیاریم؟ بعد از طراحی هر دو ابرو، اولین کاری که میکنیم خط اسپاین رو مشخص میکنیم و بعد استروک های دو ابرو رو با مداد یا خودکار طراحی میکنیم. بعد با قلم روی این خطوط حرکت میکنیم. اینجوری استروک های دو ابرو قرینه در میاد. دقت کنین فقط استروک های اولیه رو باید طراحی کنید. بعد ثانویه و ریزپرز و لابلای همونا میزنیم. مورد هشتم، فرق فیبروز و بولد بروز چیه؟ فیبروز استروک های ساده ای هستن که شبیه به تار مو رسم میشن، ولی بولد بروز یه فرقی که داره، استروک ها شبیه اس انگلیسی میشه گفت هستن. یه رقص خطوط خاصی داره و اصلا هم سخت نیست و شما هر کدوم از این یک استروک رو بلد باشی میتونی واسه همه مشتریات کار انجام بدی. من توی این ویدیوی آموزشی سعی کردم به چند تا از سوالات شما پاسخ بدم. اگه سوال دیگه‌ای دارین توی بخش کامنت ها ازم میتونید بپرسین، حتما جوابتون رو میدم بچه‌ها. و ممنونم که از این آموزش حمایت میکنید. دوستتون دارم و موفق باشید.